سلام. امروز میخوایم یه داستان خیلی آشنا رو از یه زاویه کاملا جدید ببینیم. داستان حضرت یوسف. اما این بار نه با عنوان یه تماشاچی، بلکه میخوایم بریم تو دل ماجرا، انگار که برای خودمون اتفاق افتاده. خب، هممون خلاصه داستان رو میدونیم، درسته؟ برادرای حسود، چاه، فروخته شدن به عنوان برده، زندان و آخرش هم قدرت گرفتن تو مصر. ولی اینا فقط تیترهای داستانه. خود ماجرا، حس و حالش یه چیز دیگه است. حالا بیاید یه کار کنیم. زاویه دید رو عوض کنیم. فرض کنیم دیگه تماشاچی نیستیم. از همین الان این داستان شماست. بیاید ببینیم واقعا چه حسی داره وقتی این اتفاقا برای خود آدم میفته. خب اینم از اولین امتحان، اولین آزمون سخت شما. یه سقوط وحشتناک. از اوج محبت پدر یهو پرت میشید ته تاریکی و تنهایی. اینجا دقیقاً همون لحظه‌ایه که انگار کل دنیاتون جلوی چشمتون فرو میریزه. فکرشو بکنید. شما یه بچه‌ایید، عزیز دردونه پدرتون و تو یه چشم به هم زدن نزدیکترین آدمای زندگیتون یعنی برادراتون شما رو میندازن ته یه چاه تاریک و سرد. یه لحظه وایسید و سعی کنید اون شوک، اون وحشت رو واقعاً حس کنید. ببینید، این فقط یه اتفاق بد نیست. یه سری فاجعه پشت سر همه. اول از همه خیانت از طرف برادراتون، بعدش تشنگی، زخمی شدن و ترس از صدای گرگا تو تاریکی شب. و درست همون موقعی که فکر میکنید یه امیدی برای نجات هست، یکی شما رو از چاه میکشه بیرون، اما نه برای اینکه نجات پیدا کنید، برای اینکه به عنوان یه برده، یه کالا فروخته بشید. جدایی از خانواده، از خونه، همه چی. حالا بیایید با خودمون راست باشیم. واقعاً چند نفر از ما همین اول کار تو همون بچگی بعد از همچین خیانت و تنهایی وحشتناکی امیدمون رو از دست نمیدادیم. چند نفرمون میگفتیم خب دیگه تموم شد، آخر خطه. خب شما از چاه زنده بیرون اومدید، ولی امتحان بعدی یه جنس دیگه ای داره. خیلی فرق میکنه. این یکی بیشتر شکنجه روحی و روانیه. یعنی چی؟ یعنی مجازات شدن به خاطر اینکه کار درست رو انجام دادید. شما تو اوج جوونیتون هستید. یه فرصت عالی برای یه زندگی راحت و لوکس جلوتونه. فقط یه شرط داره. باید شرف و پاکدامنیتون رو زیر پا بذارید. شما مقاومت میکنید. و پاداش این مقاومت چیه؟ یه تهمت ناجوانمردانه و یه سلول زندان. و فکر نکنید این یه دوره کوتاه و موقته ها. نه، بهترین سالهای جوونیتون داره توی زندان تاریک هدر میره. بهتون تهمت زدن، آبروتون رو بردن. و از همه اینا بدتر، به یه نفر کمک میکنید، ازش میخواید که بیگناهیتون رو یادآوری کنه، ولی اون شما رو برای سالها فراموش میکنه. این حس فراموش شدن، وای، شاید از خود دیوارای زندونم سخت‌تر باشه. خب اینجاست که یه سوال خیلی سخت و ویرانگر تو ذهن آدم میاد. بعد از سالها زندان، اونم به خاطر اینکه کار درست رو کردی، چند نفر از ما با خودمون نمیگفتیم که اصلا این همه پاکی و اصول به چه دردی خورد؟ وسوسه نمیشدیم که فکر کنیم تو این دنیا آدم خوب بودن فقط به ضرر خودته. و حالا میرسیم به امتحان نهایی. شاید سخت‌ترین و ظریف‌ترین امتحان از همشون. چاه و زندان امتحان تحمل سختی بود، ولی این یکی امتحان داشتن قدرته. قدرتی که دیگه هیچ کس جلو دارد نیست. یه لحظه فکرشو بکنید. دیروز ته زندان بودید، امروز تو اوج قدرتید. عزیز مصر شدید. یعنی کل اقتصاد و سیاست یک کشور بزرگ الان تو دستای شماست. چه چرخشی. حالا دیگه قدرت مطلق دست شماست. میتونید از تک تک اونایی که بهتون ظلم کردن انتقام بگیرید. میتونید به خودتون بگید خب سالها حق منو خوردن، حالا نوبت منه که جبران کنم. و از خزانه کشور برای خودتون بردارید. این فکر خیلی وسوسه انگیزه، نه؟ اینکه سیستم با من بد بود، چرا من باید باهاش خوب باشم؟ این یه سوال خیلی عمیقه. وقتی سالهای سال قربانی بی‌عدالتی بودی، این حس درونت به وجود نمیاد که دنیا به من بدهکاره؟ که حالا نوبت منه که سهمم رو پس بگیرم، حتی اگه شده به زور و ناحق. و اینجا به طرز درخشانی مشخص میشه که عواقب این انتخاب چقدر میتونست ویرانگر باشه. اگه شما به عنوان رهبر دستتون رو کج میکردید، خب زیر دستاتون هم همون کار رو میکردن. اون وقت کل برنامه انبار کردن گندم به هم میریخت و توی سالهای قحطی به خاطر توزیع ناعادلانه کل کشور و حکومت از هم میپاشید. یه انتخاب اشتباه میتونست یه ملت رو نابود کنه.
خب تا اینجا سختی‌ها رو دیدیم. حالا وقتشه که برگردیم عقب و ببینیم چطور همه این اتفاقا مثل تیکه‌های یه پازل بزرگ کنار هم قرار میگیرن. ببینیم چرا هر کدوم از اون انتخابای سخت چقدر حیاتی و مهم بودن. به این دوتا مسیر نگاه کنید. مسیر شما یعنی مسیر یوسف و یه مسیر دیگه. اگه جلوی اون وسوسه کوتاه می اومدید، هیچ وقت زندان نمی رفتید. اگه زندان نمی رفتید، اون همسلولی مهم رو که شما رو به پادشاه معرفی کرد نمی دیدید. اگه اون رو نمی دیدید، کسی نبود خواب پادشاه رو تعبیر کنه و نتیجه کل کشور و حتی کشورهای همسایه تو قحطی نابود می شدن. می بینید چطور همه چی به هم وصله؟ و این دقیقاً اصل ماجراست. چیزایی که اون موقع به نظر یه سری بدبختی بیدلیل و پشت سر هم می اومد، در واقع هر کدوم یه پله بودن. یه پله ضروری توی نقشه خیلی بزرگتر. هر سختی انگار یه جور آماده سازی بود برای نجات جون هزاران هزار نفر. و این آیه از قرآن انگار خلاصه و اساره کل این داستانه. هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی ورزد، خداوند پاداش نیکوکاران رو ضایع نمی کند. این همون وعده‌ایه که تو تمام اون سالهای تاریک چاه و زندان میتونست به آدم نیرو بده. اینکه پاداش صبر و درستکاری هیچ وقت از بین نمیره، حتی اگه دیدنش سالها طول بکشه. و در آخر این سوال برای من و شما باقی میمونه. اگه این داستان ما بود، ما تا کجاش دووم می آوردیم؟ نقطه شکست ما کجا بود؟ ته تاریکی چاه، تو سالهای بی پایان زندان، یا شاید هم تو اون لحظه‌ای که قدرت مطلق بهمون داده شد؟ این سوالیه که واقعا ارزش فکر کردن داره.